أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدان از علمی سرف 10 درس گرفتیم و امروز باشد به سمع شما درس 11 را خواهم رسانید. کتابی بیدان درس 11. موضوع درس 11 ما و شما از گراماتیک زبان عربی اسمی فاعل هست. ما و شما گفته بودیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. اون 12 چیز یکمش فعل ماضی بود، 14 صیغه معلوم، 14 صیغه مجهول ما و شما با تفصیل گرفتیم. و دویم چیزی که عرب از مصدر اشتقاق کرده می گرفتن این فعل مضارع بود، 14 صیغه معلوم و 14 صیغه مجهول همچنین با تفصیل در سوی گذشته گرفتیم. و امروز باشد سومین چیزی که عرب از مصدر اشتقاق کرده می گیرد اون اسم فاعل هست. اسم فاعل رو ما و شما گفته بودیم که همگی 6 صیغه دارد و بس. اسم فاعل همگی 6 صیغه دارد و بس. آن صیغه هایش در اینجا چطوری که شما میبینید این همون صیغه های اسم فاعل هست. این صیغه های اسم فاعل هست. اکنون کتاب رو میبینیم که صاحب کتاب برای ما و شما چی معلومات درباره اسم فاعل میدهد. اینجا موضوع اسم فاعل هست. صاحب کتاب میگوید اسم فاعل از ثلاث مجرد بر وزن فاعلون می آید، همچون ضارب و قاتل، و از غیر ثلاث مجرد بر وزن فعل مضارع معلوم می آید. خب اولا سلوسی مجرد را بگیریم. ما و شما در زبان عربی همگی 22 باب داریم. بعد از بیدان انشاءالله این 22 باب رو میگیریم. این 22 باب به 4 قسم تقسیم می شود. این 22 باب به 4 قسم تقسیم می شود. 6 تای اولش را سلوسی مجرد میگویند و 12 تای بعدینه اش را سلوسی مزید میگویند و 1 تایش را رباعی مجرد و 3 تای باقی مانده اش را رباعی مزید میگویند. پس ببینید 6 قطعی 12 18 این 19 این 3 قطعی 22. در زبان عربی همگی 22 باب هست، 22 وزن کلمات هست، وزن فعل ها هست. اکنون این 22 که حاضر ما و شما میخونیم این را سلوسی مجرد میگویند. فقط انا همین 6 تای اولش را 6 تای اول را ما چطور اسم فاعلش را میگیریم؟ خوب دقت بتید. اسم فاعل میگه بر وزن فاعلون میآید. اسم فاعل بر وزن چی میاد؟ فاعلون. دقت بتید. فاعلون. این کلمه چی است؟ ترازو است. این ترازو میزان هست. ف و عین و لام میزان هست. ما یک کلمه الف را بین فا و عین همراه کردیم. اکنون میگه چیکار میکنیم؟ نگاه کنید. حاضر ما یک کلمه را مثلا مینویسیم ضاد ضرب، مثلا ضرب و قتل. دقت بتید این کلمه ها را که ما چخیل از این اسم فاعل میگیریم. قتل و نصر. نصر. دیدید این همون فعل های چی هستند؟ فعل های ثلاثی مجرد هستند، یعنی 3 حرفه هستند، 3 حرفی اصلی. خب اکنون ما از همین فعل ها میخواهیم که اسم فاعل بگیریم. چیکار میکنیم؟ دقت بتید. همه اینها بر وزن چی هستند؟ بر وزن فعل. ببینید فعل همهشون یک وزن قطعی هستند. فعل. اکنون ما وقتی که میخوایم اسم فاعل بگیریم در بین ان همین ف و عین یک الف رو همراه کردن در کره. چطوری که در اینجا همراه کردگی هستیم؟ فاعلون. پس ببینید اکنون در بین ضاد و ر الف رو همراه کردن در کره چی میشود؟ میشود که ضاربون. ببینید ضاربون. قتله در بین قاف و ت الف همراه کردن در کره میشود چی؟
قاتل و در نصره بین نون و سین ده همراه کردن در کره، پس می شود چی؟ ناصرون. ناصرون. دیدید؟ همه بر وزن چی هسته؟ فاعلون. پس این ترازو هست. ما هر کلمه را که میخواهیم اسم فاعلش را بگیریم، پس باید به مثل یعنی همین اول وزن می نویسیم، در پایان نگاه میکنیم که الف حرفی را که همراه کردیم در کجا هست؟ بین حرف یکم و دوم هست. بین حرف یکم و دوم ببینید، حرف یکم و دوم یک الف همراه میکنیم، میشود اسم فاعل. میشود اسم چی؟ اسم فاعل. اینها همه‌شان از باب سلوسی مجرد بود. اینها همه‌شان از باب چی است؟ سلوسی مجرد است. یک بار دیگر میخونیم. میگه اسم فاعل از سلوسی مجرد، سلوسی مجرد 6 باب دارد. از آن همین 6 باب چیکار میکند؟ بر وزن فاعلون. ببینید بر وزن چی می آید؟ فاعلون می آید. همچون ضاربون، قاتلون، ناصرون. دیدید؟ ضاربون، قاتلون، هر کلمه را بیار. مثلا قصده باشه قاصدون، قاصدون. هر کلمه را که باشه بیارید در اینجا. در موافق به همین وزن می آید. موافق به همین وزن. پس این ترازو است، این را دقت بتید. خب اینها بود اسم فاعل گرفتن از باب سلوسی مجرد، 6 باب. این را دقت بتید و نوشته در ذهن هاتون جا بکنید. این را از بین میبره. ببینید ما همه را با ترازو کشیدیم. پس از کشیدن این کار ما کردیم. دقت بتید. این دیگه حالا برای ما لازم نیست، زیرا اینکه سلوسی مجرد را ما با اتمام رساندیم. چطور گرفتن اسم فاعل، این خلاص شد. یعنی چطور از این اسم فاعل میگرفتیم خلاص شد. اکنون از این 12 باب، از این 1 باب، از این 3 باب ما چخیل اسم فاعل میگیریم؟ دقت بتید. از باقی مانده اینها همه‌شان یک جا، از باقی مانده یعنی که فقط اینجا فرق میکند، بر وزن فاعلون میاد. این باقی مانده همه‌شان ببینید چیکار میکنیم. دقت بتید. صاحب کتاب چی میگه؟ میگه که از غیر ثلاثی مجرد، یعنی از غیر 6 تا باب باقی مانده باب ها بر وزن فعل مضارع معلوم می آید. میگه فعل مضارع معلوم. بیایید فعل مضارع معلوم رو میگیریم. باب هفتم، 6 هفتم از این باب می شود. هفتم اکرم یکرمو است. ببینید یکرمو. دقت بتید چی است؟ یکرمو. اکرم یکرمو. این باب هفتم است. یک تا دیگه از باب 15 میگیریم. استخرج یستخرجو. ببینید یستخرجو، یستخرجو. بیاید یک تا دیگه از باب چی میگیریم؟ از باب 19 هم میگیریم. از باب رباعی مجرد اینجا بگیریم، یا در بالا این می نویسیم. یک باب از این باب میگیریم. باز یدحرجو، باب 19 یدحرجو. ببینید یدحرجو. یک تا دیگر از این میگیریم. این دو بابی که گرفتیم از این 12 تگه است. این یک تا گرفتیم از این باب است و یک تا دیگر از این باب میگیریم، از باب رباعی مزید. مثلا که یتدحرجو، ببینید یتدحرجو، یتدحرجو. خب اکنون ما از اینها اسم فاعل رو چطور میگیریم؟ دقت بتید. فعل مضارع معلوم، مجهول شو نکردیم. یکرمو، یستخرجو نگفتیم. یکرمو، یستخرجو، یدحرجو، یتدحرجو، یعنی فعل های معلوم. از فعل معلوم اکنون چطور ما اسم فاعل میگیریم؟ خب کتاب رو دقت بتید. میگه که از غیر ثلاثی مجرد، یعنی که از این بابهای باقی مانده بر وزن فعل مضارع معلوم می آید. فعل مضارع معلوم هستند اینها همشون، مجهول نیستند و فعل ماضی هم نیستند. فعل مضارع و فعل معلوم هستند. چیکارش میکنه؟ میگه
با آوردن میم مضمومه، اولا جدا حرف میم رو من نوشته میکنم. در اولش حرف میم مضمومه را میاریم. ببینید در اول این چی است؟ میم و مضمومه یعنی ضمه اش میمونیم. حالا همین تبیست اینها میم مضمومه. اینجا هم همچنین برای اینم میم مضمومه، برای اینم همچنین میم مضمومه، برای این هم همچنین میم مضمومه. دیدید؟ اولین کار میکنیم در اولش میم مضمومه را میاریم. اکنون چیکارش میکنیم؟ به جای حرف مضارعت میگد. اکنون میم مضمومه را که آوردیم حرف مضارعت را کاملا، ما گفتیم حرف مضارعت 4 تا است، نه؟ الف و یا و نون و ت. الان حرف مضارعت کاملا از بین میبریم، دیگر حرف مضارعت بوده در کار نیست. دیدید؟ اکنون حرف مضارعت از بین رفت، این را میچسبونیم به حرفای بعدی. دقت بدید، این حرف مضارعت از بین رفت. چی شد؟ مدحرج، متدحرج، مکرم و مستخرج. ولی بود چیدگی نیست. اولین کاری کردیم حرف مضارعت بردیم، در جاش میم مضمومه را آوردیم ماندیم. این یکمین کار بود. دوم کار چیکارش میکنیم؟ میگد که و با کسر ما قبل آخر. ما قبل آخر ما شما میدونیم کدام حرف است در اینجا؟ حرف ر. نگاه میکنیم که حرف ر کسره است، به حال خودش میمونیم. خلاص مدحرجون اسم فاعل هست، یگام کار دیگرش نمیکنیم. مدحرج اسم فاعل هست. مکرمو ر ما قبل آخر است، کسره است. خلاص مکرم، معذرت میخوام، میره دمه میکنیم، تنوین میتیم، زیرا اینکه ما از فعل مضارع به چی بردیمش؟ به اسم بردیم. مدحرجون، مکرمون، اینا هر دوشی چی؟ اسم فاعل. در اینجا ما یگان کار نکردیم، میم مضمومه را آوردیم، خلاص آخرش تنوین دادیم، خلاص همونطور باقی مونده چی شد؟ اسم فاعل. اکنون در اینجا چی کار میکنیم؟ دقت بدید. در اینجا نگاه میکنیم که مبتدا ما قبل آخر فتحه است. فتحه که باشد را چیکار میکنیم؟ کسرهش میکنیم. فتحه چه میگیریم؟ میشه متدحرجون. شد چی؟ اسم فاعل. از اینجا چی؟ مستخرجون. در اینجا یگان کار میکنیم با مثل اینها. خلاص مدحرجون، مکرمون، مستخرجون، این جاها دا فقط یا میم مضمومه آوردیم، خلاص. لیکن در اینجا ما قبلش فتحه که بود کسرش کردیم، شد اسم فاعل. انا همین طور اسم فاعل رو از باقی مانده بابها ما و شما میگیریم. پس این طریقه گرفتن اسم فاعل هست. پس اینها رو نوشته در ذهنتان جا بکنید که برای اسم فاعل ما چیکار میکنیم. همچنین کتاب رو بخونید، یعنی که از غیر سلوسی مجرد، غیر سلوسی مجرد بابهای باقی مانده، این باقی مانده همش غیر سلوسی مجردش میگن. از غیر سلوسی مجرد بر وزن فعل مضارع معلوم، چطوره که فعل مضارع معلوم رو نوشتیم، بر وزن فعل مضارع معلوم می آید. با آوردن میم مضمومه در اولشون حرف مضارعت رو میگیریم، میم ها را ضمه دار میمونیم، میم مضمومه. با جای حرف مضارعت رو میگیریم و با کسر ما قبل آخر میگیم کسره به حال خودش میمونیم، کسره به حال خودش میسته، کسره میسته. لیکن این فتحه که بود ما کسرهش کردیم، فتحه یا ضمه باشه ما کسرهش میکنیم. همچون مکرمون، چطوری که میبینید مکرمون و مدحرجون، چطوری که شما خودتون دیده ایستید. پس این طریقه گرفتن اسم چی است؟ اسم فاعل. به همین با آخر میرسونیم طریقه گرفتن را. اکنون میگذاریم به توضیح دادن آن چیزی که شما در اینجا نوشتگی میبینید. پس دقت بدید. صاحب کتاب چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که اسم فاعل بر 6 صیغه می آید. چطوری که شما میبینید 3 تا در بالا و 3 تا در پایان، همگی چند تا است؟ 6 تا. اسم فاعل 6 صیغه دارد، چطوری که در اینجا نوشتیم همچنین 6 صیغه دارد و بس. 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. این 3 تا برای مذکر است و این 3 تا برای مؤنث است. اون 3 که مذکر را بود، اکنون این 3 تا که برای مردانه هست میگه ضاربون. ببینید ضاربون یک مرد زننده، ضاربانی 2 مرد زننده. خب از کتاب میخونیم ترجمه اش رو. ضاربون یک مرد زننده، صیغه واحد مذکری اسم فاعل، صیغه واحد یعنی یک کس است، یک مرد زننده. ضاربانی 2 مرد زننده،
صیغه تثنیه مذکر اسم فاعل اینها دو کس هستند. دو کس باشد در بعد ب الف فقط نون همراه میکنیم، چطوری که شما دیده استودید. ضاربون ضاربون همه مردان زننده صیغه جمعی مذکر اسم فاعل، اینها اکنون جمع است از دو کس زیاد. ضاربون همه مردان زننده. پس این شد سه صیغه اسم فاعل یعنی مذکرش، یک مرد، دو مرد، مردها. اکنون میگذاریم در زنها یعنی مؤنث. مؤنث چی میگوید؟ میگوید اون سه که مؤنث را بود، اکنون سه تا که برای مؤنث است میگوید ضاربتون. ببینید در آخرش ت زنانه همراه کردیم و مثل همین است، فقط در آخر این یا ت همراه کردیم شد زنانه. ضاربتون ترجمهش یک زن زننده صیغه واحده مؤنث اسم فاعل. ضاربتون یک زن زننده صیغه اسم فاعل، صیغه اسم فاعل، صیغه اسم زننده صیغه واحده مؤنث اسم فاعل، این یک زن. خب ضاربتانی ضاربتانی همین الف نون فقط زنانه کی بود یا ت در بین آمد؟ همین ت در بین آمد. در اینجا ت در کار نیست، برای مردانه هست. ضاربتانی دو زن زننده صیغه تثنیه مؤنث اسم فاعل، اینها دو زن. خب آخرش ضارباتون همه زنان زننده صیغه جمع مؤنث اسم فاعل، همه زنهای زننده صیغه جمع مؤنث اسم فاعل. اکنون یک زن، دو زن، همه زنها. با همین طریقه اسم فاعل به آخر رسید. اکنون اینجا ما و شما برای وزن رو معین کردن ببینید ضا داره و ب از همون وزن گفتگی خودمون است. پس ضاربون بر وزن چی بوده است؟ بر وزن فاعلون. فاعلون. ضاربون بر وزن چی؟ فاعلون. ضاربون بر وزن فاعلون. خب دویم ضاربانی بر وزن چی است؟ ترازو. ما با ترازو باید همه وقت کشیده، همه وقت باید وزن بکنیم. ضاری با ببینید معذرت میخوام فاعی فاعلانی فاعلانی فاعلون فاعلون فاعلتون فاعلتون فاعلتانی فاعلتانی فاعلاتون فاعلاتون. دیدید اینها همه چی هستن؟ ترازو هستن. همین ها را میکشیم. پس اینها را وزن ها را با ترازویشون باید همه وقت در ذهنتان داشته باشید. مثلا که ضاربون اگر ما 6 صیغه اش را بگیم، یک جو میگیم ضاربون ضاربان ضاربون، ضاربتون ضاربتانی ضارباتون. یا مثلا قاتلون بگیم اگر یک مرد کشنده میگیم قاتلون قاتلان قاتلون، قاتلتون قاتلتان قاتلاتون. یا یک مرد یاردم کننده میگیم ناصرون ناصران ناصرون، ناصرتون ناصرتان ناصراتون. انا همین طور هر اسمی را که باشد میارید شما و به همین طریق وزنها قطعی میگوید و در ذهنتان تا اینکه خوب جا شد. بسیار تکرار میکنید تا اینکه هر اسمی را که دادن شما زود همین طور گفته بتونید. مثلا فتحه ف و ت و ح اگر بگن اسم فاعلش چی میشود؟ میگه بر وزن فاعلون یعنی فاتحون. پس فاتحون فاتحان فاتحون، فاتحتون فاتحتان فاتحاتون. پس اینها از سلوسی مجرد بود. از سلوسی مزید یا از غیر سلوسی مجرد که باشد مثلا مستخرجون با خودش با مثل همین، مثلا مستخرجون یگان چی همراه نمیکنیم، مستخرجانی الف فقط نون همراه میکنیم، مستخرجون و فقط نون همراه میکنیم، مستخرجتون یک زن که باشد ت همراه میکنیم، مستخرجتانی ت و الف و نون همراه میکنیم، مستخرجتانی، مستخرجاتون الف فقط ت همراه میکنیم. یا هر اسم دیگر مثلا مدحرجون مدحرجان مدحرجون، مدحرجتون مدحرجتانی مدحرجاتون. یا متدحرجون متدحرجانی متدحرجون، متدحرجتون متدحرجتانی متدحرجاتون. انا میتونم قطعش همراه کردن میگه چیزی که لازم هست برای
мардона ву занона буданд, як касу ду кас ва ҷамъи мардона ё занона чизе ки лозим аст дар он ҳамроҳ мекунед, пас мешавад исми фоъил. Пас ин буд дарси имрӯзаи мо ва шумо, исми фоъил. ин севумин муштақоте буд ки араб аз масдар иштиқоқ мекарданд. бо ҳамин исми фоъил ба охир расид. дарси оянда иншоалло исми мафъулро خواهم گرفت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.